لوکیشن بعدیمون برج سایته که یکی از بامزه ترین و قشنگ ترین جاهای تفلیس میتونه باشه و به نظر من هر گردشگری که به تفلیس سفر میکنه حتما باید این برج رو از نزدیک ببینه. این برج توسط رزو گابریادرز که هنرمند و نمایشنامه نویس و کارگردان و خیلی چیزای دیگه است طراحی ساخته شده. در واقع آقای رزو گابریادرز اولین کسی بوده که تئاتر رو به کشور گرجستان آورده. واقعا این محلی برای رویدادهای فرهنگی تفلیسه. اون ساعت بزرگی که بالاش قرار داره یک ساعت خیلی کوچولو همونجور که توی ویدیو میتونید ببینید وجود داره. آقای گابریادزه یک طراحی خاص و منحصر به فرد روی این برج نهاده که واقعا عجیب غریب و جالبه، چون که اگه ساختمون رو نگاه کنید فکر میکنید در حال فرو ریختنه که با یک تیر آهن داره نگهداری میشه، ولی در واقع اینجوری نیست و کاملا این برج این شکلی طراحی شده. ساعت 7 هر روز یک نمایش عروسکی اجرا میشه که یک فرشته میاد و ناقوس رو به صدا در میاره و خیلی جالب و جذابه. جلوتر میریم کافه لیلا رو با هم ببینیم. تا که میبینید تو راه یه عالمه نقاشی‌های قشنگی وجود داره که میتونید ازشون دیدن کنید و اگه دوست داشتید خریدارشون کنید. 150 سال پیش یه آقای گرجی عاشق یه دختر ایرانی میشه به نام لیلا. برای لیلا طراحی درست میکنه و سردر کافه اسم لیلا رو به گرجی نوشته. پلاکش هم به فارسی نوشته شده عدد 18. داخل کافه معماری که به کار رفته شده ایرانیه و از گشتبری آینه‌کاری در اون استفاده شده که خیلی زیبا و جذاب. بعضی این کافه بسیار قشنگ و وایب خیلی خوبی داره و بهتون توصیه میکنم اگر وقت داشتید تو این کافه حتما یا غذایی بخورید یا نوشیدنی سرو داشته باشید، چون خیلی فضای جذاب و قشنگیه. متاسفانه وقت نداشتیم و بعد میرفتیم لوکیشن بعدی. در ادامه که از کافه خارج بشین بازم یه عالمه نقاشی جذاب رو میبینید و فضای خیلی بامزه‌ای داره. جلوتر یه خونه خیلی بامزه وجود داره که سبک معماریش من یاد معماری شومان انداخت و اونم خیلی قشنگ و جذاب بود. یکم جلوتر ساختمان مجلس گرجستان وجود داره که حتی عموم هم میتونن از این مکان بازدید داشته باشن و به وقت قبلی بگیرن.